سب نزن ندی. مطمئنم که الان داشتی یه ویدیو توی یوتیوب میدیدی و خیلی رندوم ویدیوی من برات باز شد. یوتیوب پر از چیزای مزخرف، نمیگم همه چیزاش مزخرفن، ولی یه سری چیزای خیلی مزخرف و آشغالی داره که ذهن شما رو تبدیل به یه آشغالدونی مزخرف میکنه. تو دوست داری زندگیت اینجوری باشه؟ تو دوست داری درگیر چیزای مزخرف بشی؟ دوست نداری زندگی خوبی داشته باشی؟ اینو بدون که با دیدن ویدیوهای چرت و پرت و سرگرم کننده نمیتونی به جایی برسی. باید خود آگاهی داشته باشی، باید آگاه باشی. چی داری میریزی توی فنجون ذهنت؟ چی داری پر میکنی؟ آیا همش آشغال داری پر میکنی؟ یا یه سره داری آموزش میبینی؟ امیدوارم که گزینه دوم باشه. ولی اگه نمیبینی، من اینجام تا تجربیاتی که کسب کردم و کسب خواهم کرد بهت بگم و به اشتراک بذارم باهات و بگم که تو تعیین کننده سرنوشت خودت هستی، نه هیچ کس دیگه. اینو بدون تا وقتی داری ویدیوهای چرت و پرت میبینی و آشغال میریزی اینجا، به هیچ جایی نمیتونی برسی. چون انسانهای موفق طول مسیری که داشتن میرفتن سرشار از آگاهی بودن و خودآگاهی داشتن. ازت میخوام که فکر کنی چه آینده ای میخوای؟ سرنوشتت دست خودته. کسی برات نمینویسه سرنوشتت. حتی از قبل سرنوشت رو برات ننوشتن. تویی که سرنوشت رو تعیین میکنی و مینویسی. با ویدیوهای سرگرم کننده میخوای سرنوشت رو بنویسی؟ نه ابدا. تو فقط با آموزش دیدن میتونی لیاقت کسب کنی و لیاقت ها میتونن سرنوشت تو رو تغییر بدن و تعیین کنن. اینو بدون که هر انسان موفقی اولش هیچ کسی نبوده، ولی وقتی آموزش دیده، وقتی خودآگاهی پیدا کرده، وقتی لحظه به لحظه زندگیشو کنترل گرفته، وقتی لحظه به لحظه زندگیشو تو دستش گرفته و نذاشته که الکی هدر بره، اون موقع به موفقیت نزدیک شده. ازت میخوام خوب فکر کنی، چون الکی نیست، اصلا الکی نیست. من اینجام تا توی مسیر کمکت کنم و خودمم با شما جلو برم. نمیگم الان چیزی که میخوام هستم، نه ابدا. من رویایی که تو سرم دارم، انسانی که میبینم 5 سال آینده چی میخوام باشم، توی ذهنم قبلا دیدم و دارم در جهت رسیدن بهش تلاش میکنم. تو باید حرکت کنی، تو باید اقدام کنی. نمیشه با ویدیوهای چرت و پرت برسی به جایی. هیچ کسی با ویدیوهای چرت و پرت با وقت گذرونی به جایی نرسیده. ولی وقتی تو استارت میزنی و آموزش دیدن رو شروع میکنی، اون وقتی که جرقه ها میکنی و لیاقت ها به دست میاد، خواسته ها به دست و رویاها به دست، اون موقع است که تو میرسی به اون چیزی. نمیگم من خودم رسیدم، نه، من در جهت رسیدن بهشم، من در مسیرشم. من خودم رو دارم میبینم، اون علیرضای ورتوس 5 سال دیگر رو دارم میبینم که چقدر تغییر کرده، چقدر بدنش بزرگتر شده، کاتر شده، که چقدر تغذیه‌اش بهتر شده، که چقدر علم و آگاهیش بیشتر شده نسبت به قبلش، که چقدر اخلاقش بهتر شده، که چقدر دانشش بالاتر رفته، که چقدر پول بیشتر در آورده، که چقدر ویدیو بیشتر توی یوتیوب آپلود کرده و محبوبتر شده. به رویاش که رفتن به آمریکاست رسیده. من اونو دارم میبینم، اون علیرضا رو دارم میبینم، دارم در جهتش تلاش میکنم، در جهت رسیدن بهش. ازت میخوام که خوب فکر کنی. من اینجام تا راهنماییت کنم، چون آدما راهنما نداشته باشن تو دیار زندگی گم میشن. منم اومدم اینجا تا راهنمات باشم. خودم هم راهنما دارم، خودم هم کوچ دارم، منتور دارم که هر روز دارم آموزش میبینم. پس تو هم آموزش ببین. وقت تو بی خودی هدر نده. من نمیخوام نصیحتت کنم ابدا، فقط میگم که وقت تو بیهوده هدر نده. تو فقط یه بار زندگی میکنی، 2 بار که زندگی نمیکنی. پس بیا این یه بار زندگی رو، این ورقه های طلایی که هر روز ورقه طلایی از زندگی شماست، حفظ کن و چیزای خوشگل داخلش بنویس. تو این ورقه طلایی 1 روز عمر زندگی تو که داره میره، بی خودی هدرش نده. خواهش میکنم ازت بیا اینجا، من راهنماییت میکنم توی مسیر و خودم هم راهنمایی میگیرم توی مسیر و با هم رشد میکنیم.
باور کن هر چیزی توی این دنیا شدنیه غیر از رفتن به کره خورشید. تو به هر چیزی که میخوای میتونی برسی اگه بخوای، و من ازت میخوام که بخوای و بیهوده نشینی. این بیهوده نشستنه هیچ اتفاقی برای تو توی زندگیت رخ نمیده. من اینجام تا تو رو توی مسیر کمک کنم. 3 بار گفتم توی ذهنت بشینه و بدونی که با هم میخوایم جلو بریم و به رویاهامون برسیم. امیدوارم که تو هم بتونی به ورژن نسخه ارتقا یافته خودت برسی با آموزش دیدن. پس از همین حالا شروع کن. ورتوس.